تجسم واقعی وحدت اسلامی در عمل چیست؟ عبارت است بسیج شدن امت در یک صف فشرده. اینقدر ما بسیج شدیم، عمل که میگیم بید میشه که بسیج شدیم، یعنی بنیان مرصوص به مقابل اعدای حق و دشمنان بشریت به مقصد تحقق و حاکمیت حق و تأمین صلح، امنیت و عدالت در زمین. زمین خانه مشترک است، کلگی باید زیبا زندگی کنیم، کلگی باید در باغچه آزاد در یک فضای صلح سلام، زیست با همی، نوع پروری، عدالت گستری، برادری، برابری و غیر ارزشمندی ها زندگی کنیم. این فضا باید شکل بگیره، دائما این ارزشمندی ها بوده باشه. تجسم واقعی وحدت در عمل بسیج شدن ماست. چگونه بسیج شدن؟ بنیان مرصوص مانند دیوار سربی میگه شوید. اینقدر التصاق داشته باشید، اینقدر با هم چسبیده بوده باشید، وصل بوده باشید، متصل بوده باشید، متحد بوده باشید، متفق بوده باشید، منسجم بوده باشید، مانند دیوار سربی. سرب اینقدر با هم مضبوط و مستحکم و منسجم است که اشعاعات از بینش نفوذ نمیکنه. در یک سری کلینیکای تشخیصیه در اکسری ها از دیوار سربی استفاده میکنن. به میشه شما اتحاد و اتفاق داشته باشید. و حکم دین هم، حکم دین در امر وحدت به می شکل است: واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، یعنی همگی با هم به حبل آسمانی، به حبل خدا، به حبل الله یعنی قرآن بپیوندید و متفرق نشوید. پیام قرآن اتفاق است، پیام قرآن اتحاد است، پیام قرآن برادری است، برابری است، پیام قرآن همدیگر پذیری است، پیام قرآن تسامح است، پیام قرآن گذشت است، پیام قرآن خدمت است، پیام قرآن تمثیل همه ارزشمندی ها توسط حضرت انسان خلیفه خدای زمین و زمان، اخص الخاص مسلمان در کره زمین است. چون مسلمان رهبر است، مسلمان پیشتاز است. میگه هر کی پاکت میگذارد خون دل ما میخوریم، شیشه ناموس عالم در بغل داریم ما. هر کس ناهنجاری میکنه میگه ما اذیت میشیم، ما نارام میشیم. به چه خاطر؟ به خاطر کتلاک پیش ماست، کتلاک انسانیت، آدمیت، برنامه‌ای که انسان داره تربیه میکنه و ممثل خلافت و آدمیت در کره زمین میتونه بوده باشه قرآن است. این پیش ماست میگه. پس نیاز است که این مسلمان اینه هضم کرده باشه، به این حبل آسمانی، به این قرآن چنگ بزنه، در بین هم اتحاد اتفاق داشته باشن، با اتحاد و اتفاق و انسجام لازم به معنای اصل کلمهش تمثیلگر عدالت و انصاف و انسانیت باشن تا دیگرها اینا رو دیده رنگ بگیرن. در سایر زمان میتونن تحول مثبت را در کره زمین یا شکل میتونن.